خب السلام علیکم دوستو برادرو، من ما امروز قرار داریم در شهر سرافشان در دهه رگون نزد دلیجان آمدیم. یک سر اسبی با صفتی فروش آمده است دوستو. من اسب دوستو برادرو دلیجان این اسب کن بروریشش اگجو آمدگی قدش چند ساله بوزو بوزش هستمی. این همه معلوماتش کن دوستم برای پاسشکو رسانیم. خب دلیل جان معلوماتش کن تید دوستم. این اسب ارنولدسکی بودیم. 75 کیلوست. سالش امسال بهاری هفته قبول میکنه. خب من دوستا برادرو پرودش گفتن که بودیون کتی ارلوسکی گیبرید شدگی. من دوستا دست پشت تازه میده لیجون بوسکشی های شهری سرافشان معرکه رگی شاید مروش هستن. مروش هست. خب مسئله خورد خوراکش خیلی لیجون خوراک همشه میخورد. خورد خوراکش کفیلا خدا خواهد. اگر اسب نخورد این خیلی نمیشه، این خیلی غوص نمیشه. خب دوستا برادرو قدش گفتیم که 1.75 گفتیم، 6.7 برو گفتیم. من دوستا برادرو دست و پاش دو پای پاش سفید. پاش با یگان دیفکتش نیستن دلی جان، پاش با یگان دیفکت نیست. من دوستا قاش قواقش. خب دلی جان زینه یبا اینه میدوانیم، بعد دوانه سونی نرخ و نواشه میگویم. مسئله بوسکشی چی خیلی دلی جان؟ بوسکشی پالونا سوشت معرکه رگی مروش هستن؟ مروش هست ماشاءالله. دوستا برادرو این خیل صفات، این خیل قد و بس، این خیل اسب حالی یگان یوتیوب کانال با برآمدگیش نه. دوستا برادرو اسپیت کنیتون، خریداری کنیتون. خب دلی جان همون پایان میریم و یه بو سر تید دعوشه بینیم سونی نرخ نباشه میگویم. این بزن که خوبی کنیم. ماشاءالله. از دوستا برادرو دعوشه میبینیم سونی بعد نرخ نباشه میگویم. نه دوستا برادرو دعوش. ای ماشاءالله. ای ماشاءالله. سر تیده بود دیگه. من دوستا برادرو دعوش. شد میشه دلی جان شد. دلی جان ماهی رمضان نرخ میگوییم ده امروز خدا خواهد. یا نرخ گوی که خدا خواهد آدمانی که اسب میشناسن خریداری میکنن. من دوستا برادرو اسب تماشا کنید. دلی جان نرخش چند پول؟ من دوستا برادرو حالتی قفاش. دلی جان نرخش گویده کن. نرخش چند پول؟ 60,000 با معامله میکنیم. 68,000 سومون باز معامله شیان. دوستا برادرو اسپیت کنید. این خیل نمود اسب این نرخ رو یافتن قین. مسئله 10 صفکشه با تشکیل میکنیم دلی جان؟ با 10 صفکشه تشکیل میکنیم. خدا خواهد. من دوستا برادرو 68,000 سومون باز معامله دارد و باز 10 صفکشه تشکیل میکنیم افتوسیان. اسپیت کنید دوستا برادرو. مرحمت.